فرض کن یه پیامی برات اومده، توی پیام نوشته نیم ساعت دیگه در دسترس باش، یه کار بسیار واجبی باهات دارم، فقط حواست باشه که تنها باشی، کسی کنارت نباشه. یهو قلبت تند میزنه، در کمتر از چند ثانیه 100 تا سناریوی بد میسازی، بدنت شروع میکنه به آماده باش. انگار پشت خط کسی هستش که قرار آینده‌تو نابود کنه. بدنت واکنش جنگ میگیره، در حالی که اون فقط یه موبایله. این همان اضطراب روزمره است. این اضطرابی که شاید تو فکر میکنی که بخشی از زندگیت شده، بخشی از شخصیتته، بخشی از اخلاقته، بخشی از ژن تو هست، بخشی از زندگی تو شده و نمیشه کاریش کرد. احتمالا فقط یه اختلال کوچیک تو سیستم هشدار مغزته. اگه تا آخر بمونی، هم علتشو متوجه میشی، هم راهکارشو. در زمان اجداد ما، اونا باید دائما خطر را پیش بینی میکردن. حتی اگر یه صدای کوچیکی میومد، باید حواسشون میبود، چون ممکن بود یه شیر باشه بهش حمله کنه، یه مار باشه که اونو نیش بزنه. پس با کوچکترین صدا، کوچکترین تحرک ممکن بود یه جونشون به خطر بیفته. سر همین همیشه حواسشون بود که خطرات را پیش بینی کنن. اضطراب از اونجا اومد. اضطراب یه سیستم هشداریه که برای هزاران هزار سال پیش ساخته شده بود، زمانی که خطر واقعی اجداد ما رو تهدید میکرد. حیوانهای درنده‌ای که از دست اونا در خطر بودن، ممکن بود که دچار یک قحطی بشن، باید اون هشدار رو میگرفتن، اضطراب میگرفتن تا میتونستن که یه راهکاری پیدا کنن، یا از سمت یه قبیله دیگه، قبیله که دشمن بوده، به اینا حمله کنن. همه اینا باعث میشد که اینا حواسشون باشه و این سیستم اضطراب از اون زمان در مغز ما انسانها ساخته شد. مغز تکاملی ما هنوزم فکر میکنه که هر تهدیدی که اتفاق بیفته برابر با مرگ احتمالی ما هستش. سر همینه برای وقتی که یه پیامی به شخصی میدیم دیر جواب میده، یا پیام ما را نمیخونه، یا وقتی که پشت در یه جلسه ایستادیم، یا حتی توی یه ترافیک گیر کردیم، همون موتور قدیمی که یه زمانی اجداد ما رو زنده نگه داشته دوباره فعال میشه. ذهن ما جوری ساخته شده که فضای خالی رو نمیتونه تحمل کنه. یعنی جاهای خالی اطلاعات، همون جاهایی که جوابی براش نداریم یا سوال برامون، میاد با بدترین سناریوی ممکن پر میکنه. حالا شاید سوال کنین که چرا با بدترین سناریو؟ چون مغز ما در واقع تنها یه وظیفه داره، اونم حفظ جون ماست. مغز ما تنها وظیفش اینه که ما را زنده نگه داره. چه زمانی میتونه ما را زنده نگه داره؟ زمانی که هر خطری را بزرگ جلوه بده، زمانی که بدترین سناریوهای ممکن رو تصور کنه تا خودش رو آماده کنه برای بدترین روزها، بدترین اتفاقات. حالا این از بدجنسی مغز ما نیست، از سیستم عملکردشه، چون ذهن ما، گفتم، برای بقا طراحی شده، برای آرامش، برای موفقیت طراحی نشده. وقتی که ما اضطراب میگیریم، در گام سوم در سطح بدنی سیستم عصبی سمپاتیک ما فعال میشه. این یعنی مغز به بدن یه پیامی میده، یه هشداری میده که خودتو آماده کن. اگر زورت رسید با اون اتفاقه شروع کن به مبارزه کردن، شروع کن به جنگیدن. اما اگر دیدی زورت نمیرسه، پا به فرار، شروع کن به فرار کردن. اینجوری میتونی جون خودتو حفظ کنی. ضربان قلب ما میره بالا. گفتم چون زمانی که ما احساس خطر میکنیم، مغز ما 2 تا سناریوی اصلی داره، میگه که یا بجنگ یا فرار کن. در هر دو حالت ما نیاز به انرژی داریم. برای اینکه این انرژی رو تامین کنه، ضربان قلب ما رو میبره بالا، تنفسمون تند میشه، ماهیچه هامون منقبض میشه که اگر خواستیم فرار کنیم با سرعت بالا بتونیم فرار کنیم. بیقرار میشیم، ناتوانی در انجام کارها. وقتی که مضطرب میشیم احساس میکنیم که در انجام دادن کارها یه خورده ناتوان شدیم. احتمالا حتی به خودتون برگردید بگید که من قبلا این کارا رو به راحتی انجام میدادم، ولی الان مثل اینکه سخته برام.
و تو فکر میکنی که داری استرس میگیری، اما در حقیقت بدن تو داره سلاح‌های مبارزه یا فرار خودشو آماده میکنه. و آخرش هم بخش هورمونیه. کورتیزول که یه هورمون هشدار در مغز هستش و به عنوان یه آژیر خطر عمل میکنه، شروع میکنه به ترشح. وقتی که مغز کورتیزول رو ترشح میکنه تو خون، هدفش اینه که تو زنده بمونی، تنها هدفش اینه. اما اتفاقی که میفته در دنیای امروز نتیجهش میشه بیقراری، بیخوابی، لرزش، شک به خود و این حس که انگار یه چیزی درست نیست. اگه بخوام تا اینجا یه جنبندی ساده داشته باشیم، وقتی اضطراب روزمره در مغز ما فعال میشه، اتفاقی که میفته اینه ما یه قسمتی در مغز خودمون داریم به نام آمیگدالا که بهش مغز هیجانی هم میگیم. کارش چیه؟ کارش اینه که به ما هشدار بده و این هشدارش زمانی برای ما خطرساز میشه که بدون اینکه واقعیت ها رو بررسی کنه، سریعا فرض را بر این میذاره که الان یه خطری وجود داره و من باید از این خطر فرار کنم. قسمت هیپوتالاموس مغز ما فرمان آزاد شدن آدرنالین و کورتیزول رو میده. گفتم که این هورمون‌های هشداره، ضربان قلب ما رو بالا میبره، ماهیچه‌هامون منقبض میشن و قشر پیشانی همون PFC مغز ما که مسئول منطق، تحلیل، برنامه‌ریزی، بررسی کارهای ما هستش، کلا اون قسمت رو خاموش میکنه. پس اینجوری شد که ما یه قسمتی داریم مغزمون به نام آمیگدالا، قدرتش خیلی بیشتره. وقتی اون فعال میشه دیگه نمیذاره که قسمت PFC مغز که ما منطقی فکر میکنیم، منطقی رفتار کنیم کار بکنه، اونو سریعا خاموش میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که یه پیام ساده، یه انتقاد ساده، یه رفتار ساده، یه دونه پیچیدن ماشین جلوی ماشین ما از اونها یه فاجعه میسازه مغزمون. میگه حتما یه مصیبتی در راهه، حتما یه خطر بزرگی در راهه، در حالی که خب یه انتقادی ازت کرده. یه ماشین پیچیده جلوت، یا یکی داشته میدویده یه تنش به تنش خورده، چه اشکال در واقع چه اشکالی داره؟ ولی قسمت آمیگدال مغز ما اینا رو متوجه نمیشه. کوچکترین تهدیدی رو حس کنه شروع میکنه به فاجعه سازی، شروع میکنه اون موضوع رو بزرگتر کردن. و در سطح شناختی رایج‌ترین خطایی که ما داریم اینه که چون نمیخواد اون جاهای خالی بمونن و سریع میخواد اونجا رو پر کنه، بدترین نتیجه، بدترین سناریوی ممکن رو قطعی فرض میکنه و اون جا خالی رو پر میکنه. مثلا وقتی که تو به پارتنر خودت، به همسر خودت، به همکار خودت، به مدیر خودت، به کسی که برای تو اهمیت زیادی داره میای یه پیامی میدی و اون دیر به پیام تو جواب میده، به خودت میگی حتما ناراحت شده ها. داری اون جای خالی را، چون ببین تو یه پیامی دادی هنوز پیام تو رو جواب نداده و ساعتها از روش گذشته، یک جای خالی در ذهن تو ایجاد شده. مغزت میخواد اون جای خالی رو پر کنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد فاجعه سازی میکنه، بدترین سناریوی ممکن رو اونجا میچینه. چرا؟ چون میخواد ازت مراقبت کنه. و چی میگه؟ میگه حتما از دست من ناراحت شده. یا طرف یه پیام مبهمی میده بهت، میگی حتما خبر بدیه ها، حتما یه اتفاق بدی افتاده ها. میری یه جایی طرف مثل همیشه با تو رفتار نمیکنه، یه ذره سرد باهات رفتار میکنه، یه ذره سرد با تو احوال پرسی میکنی، میگی حتما از من دلخور شده ها. اضطراب روزمره یعنی ذهن از یه نشونه کوچیک یه داستان بزرگی میسازه. این میشه اضطراب. معمولا اضطراب نسبت به آینده هست. یعنی هر وقت شما دیدید که در رابطه با یه اتفاقی داری استرس میگیری که مربوط به آینده هست و هنوز اتفاق نیفتاده، یعنی دچار اضطراب شدید. بریم یه بحث جالبی رو اینجا بررسی کنیم. اینکه ما زمانی که اضطراب میگیریم یه سری رفتارهایی رو انجام میدیم که این رفتارها اشتباه هستن
و چون اشتباه هستن اتفاقا اضطراب ما رو چند برابر میکنن، اصطلاحاً شعله‌ورتر میکنن. اولی اقدامات فوری یا نشخوارهای فکری از ترسه. یکی از رفتارهای اشتباه ما در زمان دچار شدن به اضطراب اینه که سریع اقدام میکنیم که یک کاری رو انجام بدیم، یا سریع شروع میکنیم به نشخوار فکری، شروع میکنیم به بدترین ها فکر کردن. دومی آینده خوانی بدون سند و مدرکه. شروع میکنیم فکر کردن به این که در آینده قرار این اتفاقاتی بیفته، ممکنه این اتفاقات بیفته و بدترین اتفاقات را اونجا ما فرض میکنیم، انگار که ما داریم آینده خوانی میکنیم بدون اینکه برای اون آینده خوانی خودمون سند و مدرکی داشته باشیم. سومی آویزون شدن به تأیید سریعه. حالا فرقی نمیکنه اون یه اتفاقی باشه یا یه شخصی باشه. حالا من اینجا یه شخص را یا همون رابطه رو بررسی میکنم که راحت‌تر براتون جا بیفته. مثلا هر پیام طرف زمانی که دیر میشه، یعنی دیر به تو جواب میده، تو یه پیام اضافه دیگری میفرستی. سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ کجایی؟ یه رو 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه به تو جواب بده. تو سلامتو دادی، احوال پرسی کردی و پرسیدی که الان کجایی. اون چون جواب نداده تو یه پیام اضافه دیگه ای میفرستی، مثل اینکه سرت شلوغه ها، یا همون پیامو دوباره با لحن دیگری میفرستی، کجایی، چرا جواب نمیدی. پس هر پیامی که جوابش برای تو دیر میشه تو یه پیام اضافه میدی و این حرکت یعنی خودت داری به مغز خودت میگی که تهدیده ها، یعنی این که اون طرف به من یه جواب نداده خودش یه تهدیده، انگار خودت از کارهای خودت یه تهدید برای خودت میسازی. چهارمی پرسیدن سوالات پشت سواله. مثال، کجایی؟ چرا دیر جواب دادی؟ چرا پیاممو ندیدی؟ چرا پیاممو دیدی جواب ندادی؟ چرا آنلاین بودی جواب منو ندادی؟ هر سوال یعنی یک پینگ اضطرابی، انگار یه چرخو رو داری میچرخونی. پنجمین رفتار اشتباهی که ما در زمانی که دچار اضطراب میشیم از خودمون انجام میدیم بحث چک کردن نشانه های دیجیتاله. ممکنه این بحث سر یه رابطه باشه یا ممکنه یه اتفاقات دیگه بیفته. مثلا یه جایی از بدن درد میکنه، قبلا شنیدی که مثلا ممکنه اصلا یه سرطانی باشه، شروع میکنه توی اینترنت سرچ کردن. یه کسی که توی این حوزه یه ذره اطلاعات داره، اصلا پزشکی هم نیست، شروع میکنی سوال پرسیدن، اطلاعات جمع کردن و این که اطلاعات جمع کنی اصلا چیز بدی نیست. بدی ماجرا اینجا هستش که تو اضطراب میگیری، شروع میکنی سناریوهای منفی، بدترین سناریوها رو در ذهن خودت میچینی. در بحث روابط اشتباهی که انجام میدید اینه که شروع میکنید وایس را گوش داده، الان تیچ خورده ولی جواب نداده برای من، عجب آدمیه، رفته یه دونه استوری گذاشته ولی جواب منو نداده، الان آنلاینه، آخرین آنلاین زمان آنلاینش 2 دقیقه قبل بود در حالی که من 2 ساعت قبل بهش پیام دادم. اینها سوخت اضطراب هستن. وقتی که تو نشانه ها رو شروع میکنی هی چک کردن، پشت سر همه چک میکنی، داری سوخت اضطرابی خودتو تشدید میکنی، انگار که به اضطراب خودت هی سوخت میرسونی تا این اضطراب تو بیشتر و بیشتر بشه. و ششمین و آخرین رفتار اشتباهی که ما در همچین مواقعی انجام میدیم آپدیت کردن مداوم وضعیت. یعنی مغز وقتی تهدید رو حس میکنه دنبال اطلاعات سریع میگرده. شاید بگی خب چرا دنبال اطلاعات سریع میگرده؟ چون گفتیم که مغز ما کار اصلیش زنده نگه داشتن ماست، همش دنبال اینه که بقای ما رو حفظ کنه. چرا حالا دنبال اطلاعات سریعه؟ چون سریع میخواد اطلاعات رو جمع آوری کنه، نتیجه بگیره، تمام. اگر طولانی باشه انرژی مصرف میشه، از بدن ما انرژی کم میشه و وقتی که این انرژی کم میشه از بدن ما، مغایر با وظیفه اصلی مغز ما هستش که
حفظ جون ما، زنده نگه داشتن ماست. وقتی که انرژی کم میشه ما باید انرژی دوباره پیدا کنیم، به بدن خودمون، به مغز خودمون برسونیم. آپدیت کردن رفتار واقعیتش اضطرابی نیست، جزو رفتار بقاست، اما توی هیجان اضطراب این رفتار به اشتباهی فعال میشه. حالا تصور کن مغزت مثل یه نگهبانیه که پشت دوربین امنیتی نشسته. تو هر بار که میری وضعیت اون دوربین ها رو چک کنی از پشت تلویزیون، یعنی داری به نگهبان میگی که ببین، برو ببین دزد اومده، ببین دزد نیومده، ببین اتفاقی افتاده، ببین اتفاقی نیفتاده. خب تا اینجا مشکلی نیست، اما مشکل اینجاست هر بار که نگهبان میره و چیزی رو نمیبینه، چون چیزی رو نمیبینه نمیفهمه که امنه یا نه. ما اگر پشت دوربین یه دزدی رو ببینیم، چون دیدیم خیالمون راحته، میگیم آقا دیدیم اینجا دزد هست، یا یکی اومده یه وسیله رو گذاشته رفته. اما اگر اون شخص رو نبینیم، ما هی دچار اضطراب میشیم و هر بار که این کار رو ما تکرار میکنیم وحشت ما بیشتر میشه. به خاطر همینه که میگن دیدن مهمتر از شنیدنه. پس دوباره میفرستی طرف یا خودت میری پشت دوربین چک کنی که ببینی چه اتفاقی افتاده، آیا دزد اومده، دزد نیومده، دوباره و این میشه اعتیاد به آپدیت. این رفتار یکی از سوختهای اصلی اضطراب وابسته به رابطه است. هی میره گوشی رو چک میکنه ببینه آنلاین هست یا نه، هی میره گوشی رو چک میکنه ببینه تیچ خورده یا نه، هی میره ببینه آیا به وایسش گوش داده یا. مغز تبدیل میشه به راداری که هر 5 دقیقه دنبال نشونه های خطر میگرده. میدونید چقدر جالبه؟ ما با یه رفتارمون، با رفتار خودمون داریم خطرها رو نشونه گذاری میکنیم و هی آلارم میدیم به مغزمون که این نشونه خطره، این نشونه خطره. و هر جاییم که اصلا مغز ما دنبال اون خطر نمیگرده، میریم دوباره اون خطر رو، اون نشونه رو فعال میکنیم. دوباره رفتی گوشی رو چک کردی، دیدی که آقا آنلاین نیست، ندیده، پیامتو نخونده، میتونی اونجا تمومش کنی. ولی چون هی میری نگاه میکنی ببینی که آنلاین شده یا نه، پیاممو خونده یا نه، استوری گذاشته ولی جواب منو نداده، آخرین زمان آنلاینش تغییر کرده یا نه، لایک هایی که میزنه برای چیه، فالوورها چه کسانی هستن. میدونی مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که هر آپدیت مثل یه میکرو شوک میمونه. یعنی شما هر بار که نشونه های اضطراب رو در خودت داری آپدیت میکنی، یه شوکی به خودت وارد میکنی. این شوک اضطرابیه. وقتی که این شوک رو تو برای خودت فعال میکنی، این شوک به خودت میزنی، کورتیزولت میره بالا. وقتی کورتیزولت میره بالا، اضطرابو میبره بالا. اضطرابت میره بالا، دوباره میری اون وضعیت رو چک میکنی ببینم آنلاین شده یا نه، ببینم پیاممو خونده یا نه، ببینم جوابمو داده یا نه. دوباره داری به خودت شوک میزنی، دوباره میای کورتیزول یه ذره دیگه میره بالا، یه ذره میره بالا، اضطرابتو به نسبت قبلی بیشتر میبره بالا. تو این سری سریعتر میری گوشیتو چک میکنی که ببینی آنلاین شده یا نه، دوباره یه شوکی میزنی به خودت و این شوکه قوی‌تر از قبلی و این چرخه خطرناک هی میچرخه. چرا؟ چون رفتار تو رفتار اشتباهی بوده. حالا فقط به اینجا که ختم نمیشه، یه سری اثرات جانبی هم داره و بخوایم در بعد رابطه اینو بررسی کنیم، در بحث رابطه 3 فاجعه میسازه. اولی اینه که تو با این کارت طرف مقابل تو به این که باید جواب منو در سریعترین زمان ممکن بدی شرطی سازی میکنی. دومیش بین خودت و اون طرف فاصله میسازی و مهمتر از همه تو داری اعتماد اون رابطه رو از درون خرابش میکنی. طرف میگه این اگه به من اعتماد داشته باشه هیچ وقت منو اینجوری تحت فشار قرار نمیده. خب من هر وقت بتونم امکاناتشو داشته باشم
زمانم ایجاب بکنه، خب جوابشو میدم، پیامشو میخونم. در واقع یه جور اعتیاد اطلاعاتی شکل میگیره و باعث میشه که سیستم هشدار اضافی مغز ما فعال بشه. یعنی چی فعال میشه؟ یعنی اینکه سیستم سمپاتیک مغز ما فعال میشه و وقتی که سیستم سمپاتیک زیادی فعال باشه، کوچکترین تأخیر پیام طرف مقابل تو تبدیل میکنه به یه سیگنال خطر. مانند یه نگهبانی که یا یه جشن امنیتی که یه سگی رو برداشته داره گشت میزنه، دنبال یه دزدی هست، دنبال یه قاتلی هستش. این سگ اگر بیش فعال باشه، اگر یه برگ خوشی هم از درخت بیفته پایین، هرچند صداش صدای کوتاهیه و اتفاق عجیب غریبی نیست، اما اون سگ نگهبان، اون سگ امنیتی چون بیش فعال هستش، برای اون افتادن یه برگ خوش هم سریع عکس العمل از خودش نشون میده. اضطراب رابطه هم همینه. همون برگ خوش میشه دیر جواب دادن طرف. سگ بیش فعال میشه سیستم هشدار مغز ما که همون سیستم عصبی سمپاتیک ما رو فعال میکنه. مغز فکر میکنه اتفاق بزرگی افتاده، اما در 95% مواقع اتفاق خاصی نیفتاده، فقط یه برگ خوشیه که از درخت افتاده پایین. خب ما تا اینجا متوجه شدیم که این اتفاقات میفته. الان چیکار کنیم؟ برای اینکه سیستم سمپاتیک خودتو آرومتر کنی و سیستم پاراسمپاتیک خودت رو که یه نوع آرامش بخش به بدن و ذهن تو هست فعالش کنی، تو باید بازدمهای خودت رو طولانی کنی. ما یه دم داریم، یه بازدم داریم. وقتی که ما اضطراب میگیریم، دم ما بیشتر و سریعتر میشه. احتمالا خودتون تجربه کردید یا کسی رو دیدید زمانی که اضطراب میگیره اینجوری نفس میکشه. دمهای سریع و پشت سر هم. اما بازدم ما کوتاهتر و ساده تر میشه. این الگو به دلیل فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک رخ میده. دمهای سریع و عمیق بدون بازدم کافی سطح دیوکسید کربن خون رو کاهش میده. ما به هر مقداری که دم داریم به همون مقدار هم باید بازدم داشته باشیم. تا زمانی که ما بازدم کامل نداشته باشیم، یعنی نفس خودمون رو کامل بیرون نکنیم، نمیتونیم دم کامل هم داشته باشیم. وقتی که دیوکسید کربن خون ما کاهش پیدا میکنه، ما احساس سرگیزگی پیدا میکنیم، تپش قلب پیدا میکنیم. حتی این دوتا باعث میشن که اضطراب ما تشدید هم بشه. راهکارش اینه که ما بازدم طولانی سیگنال آرامسازی رو راه بندازیم. مثلا 4 ثانیه دم انجام بدی، 6 ثانیه بازدم انجام بدی تا اون نفسی که در درون تو هستش کامل بیرون بیاد، جا خالی باشه که تو بتونی نفس تازه ای رو از طریق دم بدی به درون خودی. اینو اگه 10 بار انجام بدی، در کمتر از 60 ثانیه بدنت آروم میشه. حالا تو میتونی به جای 4 ثانیه و 6 ثانیه این زمان تو بیشتر کنی، ولی حواست باشه که بازدمت باید بیشتر از دمت باشه. برای کل اضطراب و مدیریت کردن اضطراب و کنترل این اضطراب‌ها، بیایید 3 تا راهکار کوتاه عملی و علمی رو با هم بررسی کنیم. اولین راهکار اینه که زمانی که تو اضطراب میگیری، فقط به خودت بگو که من الان مضطربم. هیچ خطری منو تهدید نمیکنه. هیچ خطری در اطراف من نیست. وقتی که تو اینو به خودت میگی، اتفاقی که میفته اینه که این گفتنه یه خودآگاهیه. این خودآگاهی یعنی تو از سیستم اضطرابی خودت، سیستم هیجانی خودت، همون قسمت آمیگدال مغزت، داری سیستم رو میچرخونی میبری به قسمت PFC یا قسمت پیشانی مغز خودت که گفتیم همون قسمتی هستش که داره تصمیمات منطقی میگیره. اگه قرار کاری انجام بده، این کارش روی اصول و قاعده هستش، هیجانی نیست، سریع نیست. پس اولین
راهکار اینه که تو به خودت بگی من الان مضطربم، هیچ خطری منو تهدید نمیکنه. این یعنی خودآگاهی، و این خودآگاهی باعث میشه که سیستم آمیگدال تو که کنترل رو دستش گرفته بچرخه، بره قسمت پیشانی یا پی اف سی مغز تو کنترل رو دستش بگیره. دومی که خیلی جالبه بحث اینه که تو در رابطه با اون اتفاقی که افتاده 3 داده واقعی پیدا کنی و 3 داده خیالی. خیالی یعنی همونی که ذهن تو میسازه، همون سناریوهایی که گفتیم ذهن میسازه. مغز مضطرب متاسفانه متوجه نیست چه چیزی واقعی است و چه چیزی رو ذهن داره میسازه، مگر اینکه ما خودمون بیایم آگاهانه اینا رو تفکیکشون کنیم. اگه آگاهانه بیایم اینا رو تفکیکشون کنیم که واقعیت چیه و ساخته ذهن چیه، اضطراب ما به شدت میاد پایین. زمانی که ما اضطراب میگیریم، سیستم اضطراب ما فعاله، از اون ور ما یه شبکه‌ای داریم به نام شبکه خیالسازی، میره اون شبکه خیالسازی رو هم فعال میکنه، یعنی فعالیتش رو زیاد میکنه. این یعنی ذهن، همون که گفتیم جاهای خالی را میاد با فاجعه پر میکنه. وقتی این سیستم در حالت عادی این کار رو میکنه، وقتی که این هم فعال میشه، این فاجعه سازی ذهنی بیشتر و بیشتر میشه. پس ما میایم که داده های واقعی رو بنویسیم تا بتونیم به جای اینکه شبکه خیال سازی ما فعال باشه، شبکه منطقی ما فعال باشه. شما فرض کنید که پیامی دادید به یه شخص مهمی که برای شما خیلی مهمه، حالا پارتنرتونه، همسرتون، مدیرتون یا هر کس دیگری، یا اصلا با یه دوستتون، با یه همکارتون یه مشاجره‌ای داشتید، یه پیامی دادید، این اتفاق افتاده. فرض کنید که ظرف 60 دقیقه است، 2 دقیقه هستش به پیام شما جواب نداد. ذهنت شروع میکنه ببین این باید بیای واقعیت رو خودت پیدا کنی بنویسی. یک واقعیت اینه پیام من ارسال شده، طرف آنلاین نیست، اونجا نشون میده که آنلاین نیست. قبلا گفته بود یا من میدونم که در همچین روزهایی سرش شلوغه، یا اصلا رفته مأموریت، یا اصلا باشگاه گوشی همراهش نیست. بالاخره در اون لحظه یه واقعیتی وجود داره دیگه، تو اون واقعیت ها رو باید پیدا کنی. حالا یه سری چیزا اومده به ذهن تو ساخته، خیالیه، حتما داره ازم دور میشه ها، پیاممو نخونده، نکنه با یکی دیگه هستش دیگه به من توجه نمیکنه، شاید از دستم عصبانی شده. وقتی که تو میای واقعیت ها و خیالات ها رو اینجا مینویسی، میتونی به خودت بگی که آقا اینا حدس هستن و نه واقعیت. وقتی به این آگاهی میرسی، استرابت میاد پایین. پس این تکنیک برای قطع فاجعه سازی ذهن ساخته شده. وقتی که مضطرب میشی، 90% چیزی که حس میکنی واقعیت نیست، ساخته ذهن خودته و ذهنت اونقدر قدرتمندانه، حرفه‌ای میاد اینا رو میسازه که اصلا خودت متوجه نمیشی. اگه از این تکنیک استفاده کنی، مغزت رو مجبور میکنه که از حالت هیجانی، همون قسمت آمیگدال مغزت، سوئیچ کنه به قسمت پیشانی یا همون قسمت منطقی مغزت. یعنی ما کلا در هیجان، اصلا بحث هوش هیجانی، تنظیمات هیجانی، ما کلا 2 تا بحث داریم، بحث احساسات، بحث منطقه. ما کلا دنبال حذف احساسات خودمون نیستیم، در کل دنبال این هستیم که منطق ما از احساسات ما محافظت کنه. سومین تکنیک اسمگذاری اضطرابه. این تکنیک یکی از تکنیک‌های روانشناسی اکته. ساده است، کوچیکه، کارش راحته، اما اثرش فوق‌العاده بالاست. اسم گذاشتن روی احساس. هر احساسی که داری روی اون احساست یه اسم بذار. من الان مضطربم. حتی میتونی یه اسم خنده‌داری بذاری. تو وقتی که روی احساسات خودت اسم میذاری، قسمت آمیگدال مغزت که همون قسمت هشدار بود فعالیتش کم میشه. وقتی که پیام دیر میاد بگو من الان مضطربم، نه اینکه در خطر باشم.
فقط یه ذره اضطراب دارم. این جمله مغزتو از بقا یا همون قسمت آمیگدال مغزت به قسمت منطقی میبره. خیلی خوشحالم که این جلسه را با من همراه بودید. اگر دوست داشته باشید که جلسه دوم یعنی استرس رو هم ببینید، متوجه بشید که اصلا استرس از کجا میاد، چه بلای سرمون میاره و چطوری میتونیم این استرس خودمون رو مدیریت کنیم، لینکش رو بالا میذارم، میتونید ازش استفاده کنید.